سلام به همگی. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که شاید خیلی همون باش درگیر باشیم یا حداقل ازش میترسیم. کپک داخل ماشین. توی این برنامه قدم به قدم با هم یاد میگیریم که چطوری مسافر ناخواسته و مزاحم رو برای همیشه از ماشینمون بیرون کنیم. میدونید چی میگم دیگه؟ همون بویی که انگار یه چیز مرطوب مدت‌های گوشه مونده. این بو اولین زنگ خطره که به ما میگه یه مهمون ناخونده تو ماشین داریم. مهمونی که نه فقط آزاردهنده است بلکه میتونه برای سلامتیمون هم خطرناک باشه. بسیار خوب. اینم از نقشه راه امروزمون. اول می‌بینیم این مسافر ناخواسته اصلاً چی هست و چه شکلیه. بعد میریم سراغ خطراتش، میفهمیم از کجا سر و کلش پیدا میشه و بعد بخش جذاب ماجرا، راه حل‌های خونگی برای تمیزکاری. آخرش هم میگیم کی باید زنگ بزنیم به متخصص‌ها و چطور برای همیشه از شرش خلاص شیم. خب بریم سراغ بخش اول. قبل از اینکه بخوایم با دشمن بجنگیم باید کامل بشناسیمش، درسته؟ توی این بخش یاد میگیریم که کپک دقیقاً چیه و چطور میتونیم ردش رو تو ماشین پیدا کنیم. کپک خیلی ساده. یه نوع قارچه. یه موجود زنده که با پخش کردن ذرات خیلی ریز به اسم هاگ تو هوا زیاد میشه. و این هاگ ها عاشق یه چیزن، رطوبت. هر جایی که نم و رطوبت باشه اونا هم هستن و میتونن شروع به رشد کنن. بعضیاشون هم مثل کپک سیاه واقعا خطرناکن. خب چطوری بفهمیم تو ماشینمون کپک داریم؟ 4 تا نشونه اصلی داره که باید حواسمون بهشون باشه. اول از همه همون بوی ناخوشایند. دوم این که لکه‌های سبز، سفید یا سیاه روی صندلی‌ها یا کفپوش ببینید. سوم اگه حس می‌کنید تو ماشین همش عطسه می‌کنید یا علائم آلرژیتون بدتر میشه، شک کنید. و آخری هم بخار کردن زیاد شیشه هاست که یعنی رطوبت داخل ماشین بالاست. حالا که یاد گرفتیم چطوری پیداش کنیم، بیایید ببینیم چرا اینقدر مهمه که سریع از شرش خلاص شیم. این فقط یه بوی بد یا یه لکه زشت نیست. بحث سلامتی ما و عزیزانمون وسطه. ببینید نکته کلیدی همینه. خطر اصلی اون لکه‌ای که با چشم می‌بینید نیست. خطر واقعی اون هاگ‌های نامرئی هستن که تو هوای بسته ماشین شناورن و ما داریم اونها رو مستقیم نفس می‌کشیم. این هاگ‌ها وقتی وارد سیستم تنفسی ما میشن میتونن کلی مشکل درست کنن. آلرژی رو تشدید میکنن، باعث حملات آس میشن و حتی بدتر از اون میتونن به دیواره ریه بچسبن و همونجا شروع به رشد کنن. به خصوص برای بچه‌ها یا کسایی که از قبل مشکلات تنفسی دارن این موضوع فوق‌العاده جدیه. بسیار خوب. حالا که خطرش رو درک کردیم، سوال اصلی اینه: این کپک اصلاً از کجا میاد تو ماشین ما؟ اگه دلیلش رو بفهمیم نصف راه رو برای پیشگیری رفتیم. فرمولش خیلی ساده است. کپک برای رشد فقط به 2 تا چیز نیاز داره: رطوبت به علاوه گرما. نتیجهش میشه رشد کپک و خب داخل ماشین مخصوصا تو فصلهای گرم و مرطوب یه محیط ایدئال برای این فرمول به حساب میاد. این رطوبت از کجا میاد؟ خب از خیلی جاها. یه نوشیدنی که میریزه، چتر خیسی که میذاریم رو صندلی، لباس ورزشی عرق کرده، حتی وقتی ماشین رو میشوریم و خوب خشکش نمی‌کنیم. گاهی هم هاگ‌ها با کفشامون میان داخل و فقط منتظر یه ذره نم هستن تا مهمونیشون رو شروع کنن. خب رسیدیم به بخش عملی ماجرا. وقتش آستینا رو بالا بزنیم و این مهمون ناخونده رو بیرون کنیم. خبر خوب اینه که با چند تا وسیله ساده که احتمالاً همین الان تو آشپزخونه دارید میتونیم کار رو تموم کنیم. سلاح اول ما سرکه سفید. سرکه یه ضد قارچ طبیعی و فوق‌العاده است. فقط کافیه با آب قاطیش کنید، بریزید توی اسپری، بزنید به محل کپک، یه 20 دقیقه بهش زمان بدید تا کارش رو بکنه و بعد با یه جارو برقی آب و خاک حسابی تمیزش کنید. تمام. سلاح دوم جوش شیرین. جوش شیرین 2 تا کار با هم میکنه. هم کپک رو میکشه، هم رطوبت و بوی بد رو جذب میکنه. روش کارش هم شبیه سرکه است. یکم جارو میکشید، جوش شیرین رو میپاشید، 20 دقیقه صبر میکنید و دوباره کامل جارو میکشید. اگه لکه ها خیلی سموج بودن، میتونید جوش شیرین رو با یکم سرکه قاطی کنید و یه خمیر قوی درست کنید. چند تا گزینه دیگه هم هست. مثلا روغن میخک که یه ضد عفونی کننده طبیعیه، یا نمک بدون یود که آب کپک رو میکشه و نابودش میکنه. اما یه هشدار خیلی مهم: نمک میتونه به صندلی‌های چرمی یا سطوح حساس آسیب بزنه. پس حتما اول یه گوشه تستش کنید.
البته پاک کننده های آماده تو بازار هم هستن که اگه از اونها استفاده میکنید فقط کافیه دستورالعمل روش رو دقیق بخونید. این روش‌های خونگی برای لک‌های کوچیک و سطحی عالی‌اند، اما بعضی وقتا مشکل عمیق‌تر از این حرفاست. بیایید ببینیم چه موقع باید قبول کنیم که کار از کار ما گذشته و باید به متخصص زنگ بزنیم. این جدول خیلی خوب تفاوت‌ها رو نشون میده. روش‌های خونگی تقریباً هزینه‌ای ندارن، ولی خب زحمتش با خودمونه و برای کپک‌های جزئی جواب میده. در مقابل کارواش‌های حرفه‌ای هزینه‌شون بیشتره، ولی در عوض شما هیچ کاری نمی‌کنید و اونا با تجهیزات تخصصیشون مشکل رو ریشه‌ای حل می‌کنن، مخصوصاً برای کپک‌های شدید. پس کی باید زنگ بزنیم؟ قانونش اینه. اگه دیدید کپک خیلی پخش شده یا به عمق فوم صندلی‌ها رفته، دیگه خودتون دست به کار نشید. مخصوصاً اگه تو خونه کسی هست که آلرژی یا مشکل تنفسی داره. اینجا بهترین و امن‌ترین کار کمک گرفتن از حرفه‌ای‌هاست. مثلا سرویس‌های کارواش در محل مثل ماشینز که تخصصشون همینه. جالبیش اینه که اینا با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب، کارواش‌های نانو بدون آب رو توی شرکت‌ها و مجتمع‌ها انجام میدن و با تجهیزات ویژه‌ای که دارن میتونن کپک رو به طور کامل از بین ببرن. عالیه، ماشین تمیز شد، اما صبر کنید، هنوز کارمون تموم نشده. حالا مهمترین بخش مونده، این که کاری کنیم این مسافر ناخواسته دیگه هیچ وقت بر نگرده. 4 عادت ساده ولی فوق‌العاده مؤثر. اول و از همه مهمتر، ماشین رو خشک نگه دارید. هر چی ریخت فوری تمیز کنید. چتر خیس، لباس خیس، هیچی تو ماشین نمونه. دوم، تا جایی که میشه تو جاهای خشک و با تهویه خوب پارک کنید. سوم، بعد از کارواش درها رو یکم باز بذارید تا داخلش کامل هوا بخوره. و چهارم، هر از گاهی با یه اسپری ضد عفونی کننده سطوح رو تمیز کنید تا هر هاگی که سرگردونه قبل از اینکه بتونه رشد کنه از بین بره. این جمله خلاصه تمام حرفای ماست. مهمترین کلید برای داشتن یه ماشین بدون کپک اینه که داخلش رو کاملا خوش نگه داریم. همین، دشمن اصلی کپک خشکیه. شما رطوبت رو کنترل کنید، کپک هیچ شانسی نداره. خب حالا که هم علائم رو میشناسید و هم راه حل ها رو بلدید، یه سوال ازتون دارم. آخرین باری که واقعا یه نگاه دقیق به گوشه و کنار ماشینتون انداختید کی بوده؟ امیدوارم این توضیحات براتون مفید بوده باشه. حالا نوبت شماست که وارد عمل بشید. خیلی ممنون که همراهم بودید.